خب چی مسئولیت پدر جان؟ پسرم در یک جا یک شرکتی ما هست. تو باید در آنجا وظیفه‌داری همون شرکت باشی. بیایید کمتر پایین‌تر صحبت کنیم. رفتیم. خب اکنون گپ زنید. در آنجا باید تو با دسته محکم آن شرکت را پیش بری. تو باید آن شرکت را پیش بری، نه اینکه من. ولی پدر من میتوانم. او من ندیده ایسته که چقدر کار کرده ایست آدم، چقدر باید خود را بله پسرم تو میتوانی. تو باید روی آنجا رو خوب نگاه کنی. ای بین چیکار کردی ایست آدم. ایستا پلیس، ایستا پلیس.